این راه که به قبرستان دهه وطن شهر توز میبرد چند وقت باز موضوع بحث مردم با یک شرکت ایرانی است. رحیم رئیس محله و مولای دهه است. چند وقت باز دوتاز دارد که دادش را شنوند. اما ما را منان که مردم را بریم بیاریم هیچ چیز دیگه ما طلب نداریم. ایو شرکت ایرانی گرین گولد سال گذشته زمینی اطراف قبرستان را برای پیسته پروری اجاره گرفت. مسئولینش از مردم وطن خواستند با راهی که از زمین آنها میگذرد با آرامگاه نروند. الان مثلا جنگ داریم مردم را جو بریم نمیدونم. ولی میگه که نمیمونیم تو راه با جوی میکنیم که با آسمون میبره با ورتالون میبره. ساکنان دهه وطن شهر توز میگویند 70 سال آرامگاه نداشتند. میتها را در قبرستان دهه همسایه دفن میکردند. سال 2015 حکومت ناحیه برای آرامگاه از این گوشه با آنها 4 گکتر زمین داد. وقتی که همه زمین ساز باید اینجا عبدور میشی. همه تریتور جدا کردن باید که یک باره مسئله راهش هم میدیدن میگفتن که من همه 5 متر تو سر کانال راه جدا میکردن یا که درگان مسئله هم میدیدن. وقتی که زمین دادن یگون چیزی دیگر نیست در اینجا. مقامات بر رادیو آزادی گفتند این راه را مردم خودسرانه ساختند. راهی آرامگاه میبایست از جنوبی زمین میبود و در نقشه درج شده است. شرکت ایرانی نیز از ساکنان میخواهد راه را از طرف دیگر باز کنند. کاری که به قول ساکنان دشوار است. از باکجو میبری؟ جو وردنش معلوم نیست. خیلی بیایم لاتوگ است شکستن در کربات او نمیگذره. این خیلی بیایم کانال ای وای وافی نمیشه. اونجا کانال کانال یگانه راه همین جای. برای کانال گذاشتن کفر کردن. و بعد کفر ساختن خودت مبلغی کلان داد. شلو ایتره بریم 1 کیلومتر سابقوزه 1 کیلومتر نزدیک ایتره تو بریم نزدیک ای موبا. پیشنهاد دیگر این است که آرامگاه را به گوشه این زمین کوچانند ولی برای این کار پول ندارند. بعضی از نزدیکانشان در این آرامگاه دفن شدند و کوچانیدن جسدها راضی نیستند. با گفتهشان قطعه های دیگر برای دفن سازگار نیست. میکنیم این همه میکنیم همه میکنیم او میبرای یا چی سنگ خوری خوک خون میبرای اکی کوبتیم اکی نو یافتیم همجرا سخت بوده است بسیار عجایب بوده است هم بودم گفت همجرا قبرستان میکنیم. به خبرنگار رادیو آزادی میسر نشد با مسئولین شرکت گرین گولد صحبت کند. در یک طرف تراکتور شرکت گرین گولد زمین نرم میکرد، در طرف دیگر ساکنان وطن می اندیشند از کدام راه میتها را به آرامگاه بیارند. هر قدر خط کشت وسیع‌تر می شود همان قدر بحث هم اوج می گیرد. به نظر می رسد از دو جانب کسی نمیخواهد از حق خود بگذرد و امید به دست سوم دارند که آنها را از این گرفتاری ها نجات می دهد. دستی که همین گرفتاری ها را آفریده است.